یک کودک نازنین با گریه یا با خواهش و التماس یا با حالت غم انگیز و نحوی خواسته هایش رو برآورده میکنه و افراد قوی و نیرومند رو تحت فرمان خود در میاره که با قدرت ناچیز خود هرگز نمیتونست به یکی از هزاران خواسته هاش برسه. پس میتوان گفت ضعف و عجز آن کودک شفقت و حمایت دیگران رو برمیانگیزه، به گونه‌ای که با اشاره انگشتش قهرمانان رو مطیع خود میکنه. حال اگه چنین کودکی آن شفقت رو انکار و حمایت رو متهم کنه و با غرور احمقانه بگه من با قوت و نیروی خود همه این افراد رو تحت فرمانم در آوردم، بیشک سیلی خواهد خورد.